قو حیوان درون یک مهرماهی. قو نماد تعادل، زیبایی درون و خرد آرام است. متولد مهر ممکن است در نگاه اول آرام و حتی خنثی به نظر برسد، اما در درونش دنیایی از احساس، تحلیل و سنجش وجود دارد. او قبل از هر حرکت محیط را بررسی می کند. مهرماهی ها هم همینطورند. آنها اهل تصمیم های عجولانه نیستند و همیشه تلاش می کنند کمترین آسیب و بیشترین هماهنگی را ایجاد کنند. او موجودی است که هم در آب، هم در خشکی و هم در هوا حضور دارد. این توانایی یعنی تطبیق بالا. متولد مهر می‌تواند در جمع‌های مختلف نقش‌های متفاوت بگیرد بدون اینکه خودش را گم کند. او عاشق عدالت است، اما نه عدالت خشن، عدالتی زیبا و انسانی. سایه این حیوان درون ترس از انتخاب است، چون او همه چیز را می‌بیند. گاهی تصمیم گیری برایش سخت می‌شود.